داداش نیم ساعت تو دستشویی داشتی چی کار میکردی؟ معلومه دیگه، داشتم جق میزدم. اشکال نداره، سال دیگه میری دانشگاه یه دوست دختر پیدا میکنی. چی؟ مگه توی دانشگاه دختر هست؟ آره، مگه نمیدونستی؟ آخ جون، دخترای کدوم دانشگاه بهتره؟ دانشگاه‌های تهران. پس از امروز انقدر درس میخونم که تهران قبول شم. اینجوری شد که من صبح تا شب درس خوندم. حتی توی باشگاه، حتی موقع خواب. وای نتایج اومده، خیلی استرس دارم. خدا کنه یه جای خوب قبول شده باشم. آخ جون، تهران قبول شدم. الو، سلام جعفر. من تهران قبول شدم. تو چی؟ من قم قبول شدم. تو چجوری تهران قبول شدی؟ من که از کلاس 10 دارم میخونم نتونستم. هی خاک تو سرت. ولی من توی 6 ماه تونستم، چون به دخترها فکر میکردم و انگیزم بالا بود. بالاخره روز موعود فرا رسید. خب بشینم همینجا تا نوبتم شه برم ثبت نام کنم. وایسا ببینم اون دیگه چیه؟ جونمی جون، دختره چه پاهایی داره. خدا کنه همکلاسی من بشه. آقای پاندا، نوبت شماست. بفرمایید. ولی من میخوام خانومه واسم ثبت نام کنه. چه فرقی داره آخه؟ اشکال نداره، بذار راحت باشه. داداش هنوز نیومده داری حولبازی در میاری یا به مسئول ثبت نام رحم کن حداقل. به تو ربطی نداره. سرت تو کون خودت باشه. آقای پاندا بفرمایید ثبت نامتون رو انجام بدن. چشم خانم، الان میام. مدارکتون رو بدید لطفاً. بفرمایید، خدمت شما. شما که اصلاً معافیت تحصیلی ندارید، باید برید سربازی. وای، از بس فکر و ذکرم پیش دخترای دانشگاه بود، اصلا یادم رفت معافیت تحصیلی بگیرم. متاسفم. یعنی نمیشه کاریش کرد خانم؟ پسرم میدونم خیلی ناراحت کننده است، ولی دست ما نیست. اون پسره چه بچه خوشگلیه. برم پیشش. سلام، اسمت چیه پسر جون؟ سلام، اسمم احمد ابراهیم نژاده. چیزی نیاز داشتی به خودم بگو. هوا تو دارم اینجا. چشم، ممنون. شب هم اگه جا نبود بخوابی بیا رو تخت من، با هم بخوابیم.